سپس بعد سوره تکاثر سوره قارعه می شود. القارعه، سوره القارعه. فکر میکنم همه ما این سوره ها را از یاد میدونیم. شاید غالبیت ما این سوره ها را از بر کرده باشیم، از خود کرده باشیم. سپس می شود سوره چی؟ سوره القارعه. ما القارعه. میپردازیم به تفسیر این سوره و از الله سبحانه و تعالی کمک یاری میخواهیم. سوره القارعه. قارعه روز است که دلها از حول آن کوبیده می شوند. سوره قارعه این توقیفی است. قارعه روز قیامت است، نامگذاری وای، چون این سوره با این سوره قارعه شروع شده است. القارعه ما القارعه. و عدد آیات های این سوره 11 تا است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب آن در سبب نزول شویش 30 سوره است و در مصحف در قرآن باشد 101 است. و موضوعات این سوره قارعه در برگیرنده احوال روز آخرت است. احوال روز آخرت و احوال مردم در آن روز، در روز آخرت است. و مقصد این سوره به دهشت آوردن قلبها از آن روز دهشتناک، از آن روز قیامت و میزان و ترازی اعمالی که در آن روز گذاشته می شود و وزن کرده می شود. و غرض این سوره باشد در برگیرنده روز قیامت است و احوال روز قیامت است و سختی های آن روز را برای ما و شمایان گوشزد می کند که در آن روز چه حادثه های رخ می دهد، چه احوال مردم چه احوال گرفتار می شوند، مثل برآمدن مردم از قبرهایشان، زنده شدن مردم و برآمدن مردم از قبرهایشان و منتشر شدن مردم در روی زمین مثل شپرک ها، مثل کرشپرک ها. چون کرشپرک ها هستند که مثلا وقتی در شب میبرن هر سو حرکت میکنند، هر سو شتاب میکند، انا همین گونه مردم از قبرهای خود برمیخیزند در آن دهشتناک روز دهشت. هر کی هر طرف نجات میخواهد، هر کی هر طرف این سو آن سو میگریزد، انتشار مییابند، میروند بدون یگام نظامی. از شدت حیرتشان، از شدت ترسشان در آن روز سخت و دهشتناک. و همچنین صحبت میرود در این سوره از آن کوههای عظیمی که امروز در نظر ما میبینیم، آنها مثل یک پر در آسمان پرتاب میشوند. یک پری که در آسمان میبینی که به یک آسانی یک شمال اندک او را هر طرف میکشاند، کوهها این گونه میشوند. کوهها مثل یک پر قرار میگیرند، بسیار وزنشون در هوا پرتاب میشوند. و این سوره مبارکه سوره قارعه به اتمام مییابد به ذکر میزان، به ذکر آن میزانی که اعمال در آن روز وزن کرده میشود و آن میزان هنگامی گذاشته میشود مردم در این حالت یا که با سعادتمندان از گروه سعادتمندان قرار میگیرند، پروردگار ما را از این گروه قرار بده، یا اینکه از اهل شقاوت بدبختان پروردگار پناه با سویت میبریم. حسب آن میزان و حسب آن اعمال هایی که در این دنیا کردن از وزبینی و سبکی آن. پس مناسبت این سوره قارعه با سوره قبلیش، هنگامی که سوره خاتمه به اتمام یافت بیان وصف روز قیامت و بیان رستاخیز را، و سوره قارعه شروع شد با سخن گفتن از احوال آن، از احوال دهشتناک و ترسان آن، از آن صیحه‌ای که القارعه می شود. پس مناسبت این سوره قارعه از مناسبت اول به آخرش، این سوره چون گفتیم سخن می رود از احوال روز قیامت و به اتمام می یابد با میزانی که در آن روز گذاشته می شود برای وزن اعمال بندگان، که در آن روز این میزان هنگامی گذاشته می شود دیگر مردم در آن روز بر دو قسم تقسیم می شوند. کسانی که سعید اهل نیکومند هستند، خوشحال و خوشبخت هستند، کسانی که اعمال آنها به دست راست آنها داده می شود. پروردگار ما را اعمال ما را به دست راست بده. یا از اهل شقاوت بدبخت که اعمال آنها از پشت سرشون از دست چپشون داده می شود. پناه ببریم با الله سبحانه و تعالی. برای همین در این سوره القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، کلمه قارعه بسیار ذکر شده است، 3 بار ذکر شده است. القارعه ما القارعه. پس القارعه از نامهای روز قیامت است. به این نامگذاری شده است به خاطر مردم را آگاهی کنندن، دهشت آن روز را برای مردم خبر رساندن، چون امر این قارعه عظیم است و مخیف و ترسناک است. القارعه ما القارعه. این آیت شدیداً هشدار می‌دهد، با راه‌های گوناگون ما را هشدار می‌دهد. ابتدای آن با نام قارعه که روز قیامت است، نامهای روز قیامت است که با یک امر عظیمی خبردار می‌کند. در اینجا بین حال مردم، یادآوری بین حال مردم و بین این که کوهها چگونه مثل یک پر در آسمان پرتاب می‌شوند، یعنی اینکه الله سبحانه و تعالی تأثیر این قارعه را روز قیامت برای ما چگونه میگوید که این کوهان عظیم چگونه مثل یک پر در آسمان افکنده میشوند، پاره پاره میگردند. اگر این کوه با این عظمتش اینگونه باشد، پس حال انسان چگونه میشده باشد؟ پس ویل بر انسان، سپس ویل بر انسان و سپس ویل انسان که از این پن نمیگیرد. در آخر وزبینی آن میزان ها، کنایه از این
آن وزنینی، آن میزانهایی که با رضای الله سبحانه و تعالی بندگان در این دنیا عمل کردن، الله از آنها خوشنود شد و خاطر برکثرت بودن حسنات آنها. چون وزنینی اعمال بیشتر اعمال نیک کردن در روز قیامت سبب وزنینی میزانی وای میگردد، چون در غالبا چیزهایی در ترازو وزن میشوند که آنها ارزش دارند. الله سبحانه و تعالی ما را شامل رحمتش قرار بدهد. پس الهاکم التکاثر گفتیم، القارعه، قارعه گفتیم روز است که دلها از حول آن کوبیده می شود. القارعه نام روز قیامت برای ترساندن مردم، برای عظیم آن احوال روز قیامت. مل قارعه، پس چیست آن قارعه؟ و ما ادراک ما القارعه، و تو چی دانی که قارعه چیست اصلا؟ سپس می فرماید یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آن قارعه آن روز است که مردمان همچون پروانه های پراکنده خواهند شد. یوم یکون الناس، از شدت آن روز، از سختی آن روز مردم کالفراش المبثوث می شوند، مثل شپرک ها هر سو پراکنده می گردند، مثل ملخ. اگر توده ملخ رو بینی هر کی هر سو است، بدون نظام است، پراکنده می شود. بعضی دیگر رو می جوقد، هیچ کس در فکر که هیچ کس هیچ چیزی نیست. فراش همون حیوان هایی که در شب میگردند، شپرک، کور شپرک میگوییم، هر جا که رفتن میگیرد، اصلا نمیدونه کجا میرود، در تاریکی. اما هنگامی که آتش برای آنها درگیرانده شود، سپس همگی بدون احترام، بدون چیزی به سوی همون آتش، به سوی همون روشنی حمله میکنند. این حالت مردم است ای اهل خیرت. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روز است که مردمان همچون پروانه ها پراکنده میشوند. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و کوها مانند پشمی زده شده، پرشم کرده شدند. اما کوها چقدر سخت هستند، چقدر شکفتن کوه سخت است. در آن روز کالعهن المنفوش می شود، مانند یک پشمی که کارکرد کرده می شود، بسیار ملایم می شود، ضعیف می شود دیگر، که در یک شمال اندک دیگر وی رو می پراند، هر جا که می برد. برای الله این احوال رو می گوید که در روز قیامت و ترى الجبال تحسبها جامده، تو کوه ها رو می بینی که چگونه اونا سخت هستند، میخی زمین هستند. و هی تمر مر السحاب، در حالی که می کوه ها مثل یک سحاب ابرها را میگویند، مثل یک ابری که حرکت میکنه، انا همین گونه پراکنده میشوند کوه ها. سپس بعد این که بر آسمان پراکنده میشوند، مثل حباء منثور میشوند، مثل یک گرد خاک این کوه قرار میگیرند که چیز دیگر باقی نمیماند از این کوه ها. وقتی که این کار میشود، سپس میزان ترازوی اعمال در آنجا دیگر گذاشته میشود و در آن وقت دیگر مردم تقسیم میگردند با سعادتمندان یا که با شقی ها. بر دو گروه تقسیم میشوند، گروه سومی نیست. فاما من ثقلت موازینه، اما آن کسی که میزان اعمال وی وزنی کرد، هر کسی که پله نیکی‌هایش، ترازویش وزنین باشد، حسناتش نیک به نیک باشد، بر کثرت باشد، اعمال نیکش بر اعمال بدش بیشتر باشد، فهو فی عیشت راضیه، و این بنده در یک زندگی که قرار میگیرد که از آن زندگی راضی است، خوشحال است. پس او در جنت، در زندگی پسندیده خواهد قرار گرفت، در آن جنت هایی که آرزویش را میکرد و با آن آرزویی که میکرد آن عملهای نیک را انجام داد و از کفر و از شرک و از بدعت و ضلالت ها خود را دوری میکرد. و اما من خفت موازینه، و اما هر کسی که ترازوی اعمال او در آن روز، پله ترازوی او، پله ترازوی نیکی‌های او سبک شود، نیکی‌هایش کم بگردد، یا حسنات در آن روز، در روز قیامت ندارد، پس چی میشود؟ فامه هاویه، جایگاهش در هاویه هست، در جهنم. یک جایگاه وای، مسکن وای، آن جایی که قرار میگیرد این آتش قرار میگیرد. یک از نامه‌های جهنم این هاویه هست، که این جهنم، این هاویه برای این اهل جهنم، از این انسان جهنمی، انامین هاویه، انامین جهنم به منزلت مادرش می شود، در آغوشش می گیرد. این عذابها کان غراما، و این عذاب جهنم چی دهشتناک است، این عذاب چی دهشتناک است. و گفته شد که در آتش با سر افکنده می شود. و ما ادراک ما هی، تو چی دانی که هاویه چی است؟ تو چی دانی که هاویه چی است؟ به خاطر عظمت بزرگی این هاویه، این جهنم، به خاطر ترس توبیخ مردم که بفهمی که کجا دایی، کجا میروی، هاویه. و ما ادراک ما هی، و تو چی دانی که هاویه چیست؟ نار حامیه، آتش بزرگ و بسیار گرمی سوزان است.
یک آتش بزرگ و بسیار گرم و سوزان است. نار حامیه، حرارت آن بسیار شدید است. به درستی که حرارت آتش جهنم از حرارت آتش دنیا دیده بر زیاد کرده شده است، 70 مراتب زیاد. اگر این سختترین آتش های دنیا رو اگر ما بگیریم که در آسانترین این آتش ها ما صبر نداریم، بلکه 70 مراتب بیشتر آتش جهنم سختتر است. رسول الله سبحانه و تعالی پناه میبریم از این آتشی که افروخته شده است. این است بیان سوره القارعه و ما القارعه.